همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های هرات پامیر خوش آمدید. امروز با همکارم یکی از بزرگترین فروشگاه‌های شهر هرات را که به نام زیتون یاد میشه انتخاب کردیم و بریم ببینیم داخل از چی فعالیت‌های میشه و چقدر نام و آوازه یافته. با ما همراه باشین. این بخش خامه پنیر هرچی تمام تولیدات اینا کل بخش انرژی باب و نوشیدنی درسته؟ و این بخش حبوبات برنجا به شکل با خود جلب کرد که هر برنج یک لوگوی هم از خود داره منظم که بر اساس همون لوگو مشخصات شرکت و اینا نوشته می باشه. بخش بخش شیرینی باب به شمول حلوا سوان و حلوا لقمه‌ای و گوشفیل و خجول. در بخش لوازم آرایشی از قبیل عطریات و اسپری و دیگه وسایل زنانه و خب بیننده‌های عزیز، ما داخل فروشگاه زیتون شدیم و طبیعی است که در هر جای برم باید یک کسی را پیدا کنم تا ما را راهنمایی کنه و ببینیم که در اینجا چی فعالیت هایی میشه. ما مراجعه میکنم به یکی از همکارا که فکر کنم همونا همونجا شیشتن یک معلوماتی بگیریم ببینیم کی هستن. سلام، وقت شما بخیر. سلامتی. قربان شما، تشکر. بخیر باشین. اسم شریف؟ اسمم محمد خالده. محمد خالد. حاضر هستین امروز ما همکاری بکنین؟ مشکل نداره. خدمت شما. تشکر. یک سوال نخستی، چرا زیتون اینقدر آوازه یافته؟ دیگه چون زیتون یک خوبی که داره که تمام اجناسی که مشتری‌ها ضرورت داشته باشن الحمدلله وجود داره. یکی هم دیگه کوشش بر اینه که جنس به پایین‌ترین نازل‌ترین قیمت به مشتری‌ها داده میشه. خیلی خوب. بیشتر مشتری‌ها شما از خود هراته؟ از خود هرات هم هست، از ولایت همجوار هم الحمدلله مشتری دارن. خارجی هم دارین؟ خارجی هم همین مؤسسات که داخلی هستن ان شاء الله. هم اینجا مراجعه میکنن؟ خیلی. همین جلوی‌تر هم شاید بیننده بوده باشن از یک دفتر اومده. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز، ما ادامه میدیم برنامه را و قسمت‌های مختلفی فروشگاه بزرگ زیتون را به تصویر میکشیم. با ما همراه باشید. همراهان عزیز، با مدیر صاحب زیتون یک جا هستیم و قراره تمام بخش‌های فروشگاه بزرگ زیتون به تصویر بکشیم و از اول شروع میکنیم و آهسته آهسته به ختم فروشگاه زیتون با شما خداحافظی میکنیم. با ما همراه باشین. در کل یک توضیح بدین. دیگه بخش اول که است بخش پروتئینه. تمام اجناسی به شمول تخم مرغ، چی خانگی چی به ماشینی که هسته. و همچنان اینجا بخش پنیر پیتزای، خمیر آماده، دیگه ناگت و گوشت مرغ هم با پاچین اخته شده، بال اخته شده به 3-4 رقم اینا اینجا خود از اینا آماده میشه، شکل آماده به مشتری‌ها داده میشه. جناب مدیر صاحب، محصولات وطنی چه قسم؟ بله اینا به هم محصولات وطنی. همه محصولات خود وطنی. زیتون به مارک خود اینا جور میشه به داخل اینجا به مشتری‌ها داده میشه. خیلی خوب. شما در اینجا محصولات خارجی هم دارین درست؟ محصولات خارجی هم هست بله. ما ان شاء الله به تصویر میکشین درسته؟ اینا در کل محصولات وطنی. محصولات وطنی بله، اینا خانگیه که خانه ساخته میشه. سبزی‌هاشه و همچنان همین خلال زردک. خلال زردک آماده برای استفاده برای مشتری‌ها. هم ادامه میدیم؟ دیگه محصولات خارجی خوب میشن. انرژی باب درسته؟ بسیار منظم به یک دکوریشن بسیار عالی و مشتری همو انرژی مورد نظر خود از اینجا میگیره و که سیستم تحویل دهی و پول و بالا پایین چه قسمه و دیگه مدیر صاحب توضیح میدن. مشخص زده اینا در کل بخش انرژی باب و نوشیدنی درسته؟ دیگه اینا بیشتر تولیدات وطنیه. اینا که اصلا شرکت سوپر کلا بلند زده. این زلال موفقه. دیگه نوشیدنی خارجی هم هست. این هر کمپانی که اینجا مارک خود زده مصارف دکوریشن داده؟ بله. دیگه اینا بیشتر هم همینا یخچالا که هست هم نوشیدنی تولید اکثریت تولیدات وطنیه. اینا در کل مدیر صاحب چیز دیگه در کل اینا یخچال است. یخچال بله. بیننده عزیز یک دم متوجه من از اول باور کنین وقت داخل شدم فکر کردم که اینا همو به اصطلاح وطنی بگم تقاضا ولی اینا یخچاله که تمام نوشیدنی ها داخل شیشه نداره، منظم همه چیز اینجا نگهداری میشه درست؟ دیگه هم ماشین هم خوب شاید آشنایی داشته باشیم. دیگه ماشین چیه؟ یعنی برای قارچ و کالباس و اینا که اینا
قلم میشه، یعنی کیلویی فروخته میشه برای مشتری‌ها. در خود داخل فروشگاه ها؟ داخل فروشگاه. نه این بخش پروتئین، نه بیشتر بخش پروتئینه دیگه. این بخش خامه، پنیر، هر چیز تمام تولیدات می‌بینید. اینا هم یخچال. اینا تولیدات وطنیه در کل؟ نه، اکثریت اینا خارجی. تولیدات خارجی. ما تولیدات داخلی کم داریم، ولی اینا که هست کالباس، سوسیس اینا که هست اینا داخلیه. ادامه میدیم. این ساندویچ سرده. این هم تولید وطنیه. ساندویچ چی؟ سرده. ساندویچ سرد. خب. بیننده‌های عزیز، فکر کنم دیگه شما آشنایی دارین در فروشگاه زیتون هر آن چیزی که نیاز داشته باشین و به شکل پروفشنال اینجا هست. تمام چیز فقط مهم اینه که ما بخشی رو متوجه شویم که در کجا هست و مراجعه کنیم و بگیریم. در این قسمت مدیر صاحب گوجه‌های برنج من میبینم ولی انواع و اقسام. این بخش برنج و روغن، ما در اون میگیم بخش حبوبات بلند بلوزده. برنجی که هست هر نوع برنجی که ما برند فعلا داره، ها برند بلند زده، از برنج زیتون، بخش برنج ناز، برنج الحیدر، یک چان، دو چان، احسان که هست مادر، شعیب. این مدل برنجا که برند هم بلند زده اینا فروخته میشه فروشگاه. خیلی جالب. هر قسمی هم که خواسته باشین ان شاء الله بهتر از روغن زیتون و روغن خوردنی خوراکی با روغن جوهری. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز، در فروشگاه زیتون وقتی میگن بخش روغن یعنی انواع و اقسام روغن هست. مشتری وقتی میاد اینجا همون روغنی که نیاز داره را حتما اینجا میتونه پیدا کنه با وزن‌های مختلف، سایزهای مختلف و کمپانی‌های مختلف. همچنان اینجا توجه مر برنجا به شکل با خود جلب کرد که هر برنج یک لوگوی هم از خود داره منظم که بر اساس همون لوگو مشخصات شرکت و اینا هم نوشته می باشه. واقعا یک دکوراسیون خیلی عالی اینجا هست و به نمایش گذاشتن. در ادامه برنامه مدیر صاحب این بخش را یک توضیح اگر بدیم. اینا بخش آش و مکرونیک هست. اینا به نام آشمگی مشهوره. اینا آشمگی گلسیه، اینا باز همه مشخصات نوشته ساخته شده. این قیمت هایی که اینجا زده مثلا آشمگی قیمت 85 افغانی، این قیمت دیگه تغییر نمیکنه. بله، همین قیمت ها که هست به فروشگاه هم مقطوعه، یعنی اینا هم از اینجا مشتری فقط سبد از اینجا برمی‌داره، هم چیز اجناس میاد به اونجا باز به حساب به اونجا ما باز به این قسمت متوجه شدم که آشمگی تمدار نوشته 62 افغانی، درست؟ بله. این که هست به نام نودل. خب بله. یعنی شما آنقدر بخشی حسابداری و بالاخره همو فایده و نقصی محصول آنچنان دقیقه که شما روی همو 2 روپیه هم فوکس میکنین، درسته؟ 100% ان شاء الله. یعنی مثلا سرراست نمیکنین که یا 60 افغانی باشه یا 70، فقط همو 62. بیننده‌های عزیز، در ولایت هرات همه ما آشنایی داریم که یک چیزی داریم به نام چنه که در هر مغازه داخل میشی میگه لالای به چنده، میگه فرض مثال به 1000 ولی آخر میاد به 400 یا به 300 میفروشه. ولی در فروشگاه بزرگی همچون زیتون چیزی به نام چنه وجود نداره. یک چیز قیمت مشخصه گرفته میشه و پیسه تحویل داده میشه و این خودی یک نوآوری و یک ترفند خیلی خوبیه. مشتری را از وقتی و ضایع نمیکنه. و این بخش حبوبات ما تمام حبوبات که میایم ما خریداری میکنیم، ما با گدام یک جای داریم 4 نفر 5 نفر مسئولیت از اینا برای پاک کردن از اینا، شستشوی از اینا، پاککاری از اینا. نه منظم پاککاری میشه و پلاستیکا جداگانه هم منظم. اگر مشکل داشته باشه سیوا میشه، حتی پس به شرکت مسترد میشه. همراه ما باشین بیننده‌های عزیز. ما قراره در این برنامه به اصطلاح کلی فروشگاه زیتون از ذره به ذره به نمایش بگذاریم تا بیننده ها آشنایی کاملی در این محیط داشته باشن و بالاخره اینجا وقتی مراجعه میکنن متوجه شون که چی بخشایی داره و چی فعالیت‌هایی در اینجا میشه و چی محصولاتی در اینجا به فروش میرسه. با ما همراه باشین. بخش دیگه ای از این فروشگاه را میبینیم. غیر توضیح بدین مدیر صاحب. این به نام بخش که از تمام دستمال کاغذی، کاغذ تشناب، وسایل یک بار مصرف هر چی که در این بخش وجود داره. حتی به شمول یعنی اجناسی که می‌بینیم برای ظرفشویی و برای کالاشویی هم اینجا وجود داره. برای حمام مشخص آمار میام زده به نام کاتوس. اینا متأسفم از شرکت به نام کاتوس تهیه میشه. یک شرکتی به نام کاتوس. خیلی
این شرکت ها وقتی که اینجا محصول خود میدن بخش دیکور و همون مصارف اینا رو هم مد نظر میگیرن. مد نظر میگیرن بله. خیلی خوب. مراجعه میکنیم بخش بعدی، چیزی که من نیاز دارم و به دنبال میگردم که بوتکای خدا پاک کنم اینجا، فکر کنم است اگر اشتباه نکنم. درسته؟ این بخش رنگ و بوت و ایناست. خود من میتونم توضیح بدم مقصد ولی چون اینا محصولی بخشن به این ترتیب میریم به بخش بعدی، باز پس برمیگردیم. درست؟ بیننده‌های عزیز با ما باشین. این بخش هر کدوم لوه داره. می‌بینیم بخش تا مشخصات و سرچشیجات و سوس و کنسر و انواع کمپیوتر هست. در هر بخشی از زیتون وقتی وارد میشیم امو بنریو تابلویو برای عزیز زده که مشتری رو راهنمایی کنه که در این بخشا چی هست. فقط سواد باشه کل چیز حل. درست؟ نه الحمدلله مشتری ها اکثرا کس مشتری های سابقه بلدن، اون مثلا مسیری که میان و مسیر کارکرد میکنن هم و چم که جدید بیای در ابتدا پرسان میکنه باز و با خوبه که هر بخش از یک نفر داره. خیلی مسئولیت تو به این جمع که بیای چیزی پرسان کنه ان شاء الله به دست داده میشه. در مجموع اگر سوال کلی از شما بکنم فروشگاه زیتون در کل چند بخش داره؟ فعلا فعلا خواهیم بخش طبق اول که است به حساب از این بخشا که میگین. بله این بخش هر مثلا در هر چیز که داخل میشیم راهرو یک بخش ما کم حساب کنیم 7 بخش به این مسیر. ما با بخش اول و دیوم و سوم هستیم 10 بخش در عموم میشه. باز بالا که است باز وسایل جداگانه، وسایل لوازم منزل و لوازم آرایشی. همراه باشین بیننده‌های عزیز و ما اکنون در قسمتی همو تورشیباب و کانسر موهی و همچون چیزهای با کمپانی های مختلف قرار داریم و فقط مشتری میخواه بیا اینجا یک چیزی بگیره. حتما چیزی کمبودی در بخش کانسر وجود نداره. جالب بزنه که در لابلای حرفای مدیر صاحب متوجه شدم که این فروشگاه یک طبق بالای هم داره که ما در ادامه برنامه به طبق بالای از فروشگاه میریم تا ببینیم اونجا چی فعالیت هایی میشه. اولی که ما بخش اول خلاص کنیم به بخش دومی اگر مراجعه کنیم. درست؟ برای کسانی که تکلیف قند، تکلیف فشار دارن، چی بیسکویت، چی چاکلیت، شکر، نمک، همه چیز برای کسانی که تکلیف قند و تکلیف شکر دارن. خیلی خوب. یعنی در فروشگاه زیتون به همه مشتری ها مد نظر گرفته شده که اینجا محصولی وجود داشته باشه. اینا عسل گفتین نه؟ عسل وطنیه؟ فکر کنم عسل ساخت ایران نه؟ ساخت ایرانه. خیلی یک شرکت کنم تانور مثلا نمیدونم چی بیسکویت چی. در ادامه از بوی و معلوم میشه که بخشی شوینده قرار داریم که عبارت از پودر، صابون، شامپو، مایع و تمام آن چیزی که در شویندگی ضرورت باشه در این بخش هست که یک توضیح کلی اگر داشته باشیم. دیگه در این بخش هم بخش شوینده، بخش پودر که است به شمول پودر لباسشویی، مایع لباسشویی، دیگه مایع ظرفشویی، دیگه صابون، شامپو، همه چیز در این بخش وجود داره. ان شاء الله هیچ کمبودی در قسمتی که تقاضای مشتری، چون فروشگاه زیتون که هست به تقاضای مشتری نگاه میکنه، هر تقاضایی که باشه او تهیه میکنه. میگه فعلا خود شما تماشا میکنین که حتی از کشورهای دورم از کشورهای میبینن یا فکر کنم ساخت ترکیه. من مثلا به عنوان یک مشتری داخل میشم میخوام یک شامپوی به نام زینک بگیرم، وجود داره؟ بله. مثلا از کجا مشتری پیدا کنه؟ بخش که است بخش شویندگی که از بیشتر همین مایع ظرفشویی، مایع لباس اینا که است. بخش شامپو به حساب بدن و مو که است با بالا ما یک بخش داره به نام لوازم آرایشی. تمام آن نوع شامپویی که شما خواسته باشین به اونجا است. منظور می بود که وقتی مشتری داخل فروشگاه زیتون میشه وسیعه و پودر ضرورت داره به نام گل خوشبو، یعنی خودش شاید نتونه پیدا کنه، همه کسی که اینجا موظفه برای پیدا میکنه. درسته؟ دروازه که میه نفر که دفعه اوله باشه پرسان میکنه بخش مثلا ما همین چیز ضرورت داره ما نشون میدیم میبریم بخش چندم اونجا وسایل هسته من مسئول هم هست من بشیرم جان که از مسئول از این بخش هر چیزی که ضرورت داشته باشه میگه هست، نباشه میگه نیه. و به حساب شامپو هم که هست، شامپوهای ما داریم به زی بخش ولی بیشتر ما بخش آرایشی که هست به حساب شامپوهایی که
بله چیز باشه. یعنی مشتریانی که در کل اینجا آشنایی داشته باشه نیازی به راهنمایی نداره، خود این محصول خود میگیره و میبره به اگه کم کنه نفر اول بیه به دروازه پرسان میکنه ما آدرس میدیم اینجا. بیننده عزیز، به عنوان یک مشتری در آخر یک شاتی با شما پیش میریم تا تمام اجناس با مچرخک بگردم و اجناس بگیرم و بخرم. البته نمیخرم، فقط به خاطر راهنمایی. با ما همراه باشید. بگی روبرو که هستن بس لوازم بچگان بله اطفال علیه دیگه به شمول موتر از کلان گرفته تا به خورد هم وجود داره. وسایل بازی، اسباب بازی، بخش اطفال که هست در کل اطفال از شمول موتر گرفته وسایل اسباب بازی، کتابچه، بخش قرطاسی باب هم به شامل یک بخش میشه. موتر برقی 4 موتوره مدل 2024 قیمت 24500 افغانی، درسته؟ در این فروشگاه زیتون برای اطفال یعنی تو یک چیزکای ناز و قشنگی هم وجود داره و این قسمت فکر کنم بخش قرطاسیه، درسته؟ این بخش قرطاسیه، بخش لوازم اطفال و همچنین یک بخش مسئول یک بخش میشه. یعنی فکر کنم چیزی کمبود نداریم اینجا، هر چیزی هست، درسته؟ چیزی که تقاضا مشتری بوده هست. ما باشم رازی برادر یک سلام بکنیم. سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ تشکر. در داخل فروشگاه زیتون لذت میبرین کارمندین؟ بله بله، هم لذت میبریم، هم که برای سهولت برای مشتری ها افتخارمونه برای. خیلی خوب. چی باعث شده که در بخش قرطاسیه و همچنان وسایل کودکانه اینجا موظف شدین؟ چون تجربیات داشتم از قبل از اینکه بس فروشگاه زیتون بیام، من به خاطر مسئول این بخش شد. با کودکان بیشتر سر کار داریم. بله بله، دوستم داریم خدای کودکان. قربان شما، بخیر باشین. تشکر. همراه ما باشین بیننده‌های عزیز. ما ذره به ذره فروشگاه زیتون به نمایش میگذاریم. یک بخش دیگه موند. بیننده‌های عزیز، آنقدر بخش ها در زیتون زیاده که باور کنین میمونه از پیش ما. باز مدیر صاحب میگه بخش ما بیاین مراجعه کنیم. من بخشم لوا داره انواع مربا و عرقیات. انواع مربا و عرقیات، درسته؟ که در این بخشی تمام مرباها، انواع و اقسام مرباها وجود داره و اگر قرار بزی باشه ذره به ذره زیر ما توضیح بدم وقتی برنامه ما کمه، ولی در کل یک دیدی عمومی داشته باشیم که اینجا در بخش مربا و عرقات فعالیت میشه. ادامه میدیم برنامه خود و بخش بعدی فروشگاه زیتون داخل میشیم و ببینیم که در بخش بعدی فروشگاه زیتون چی هست و چی فعالیت اینجا میشه. بیننده‌های عزیز، ما در بخش بعدی فروشگاه زیتون مراجعه میکنیم و ببینیم که در اینجا چی فعالیت میشه و در قهوه و چای در بنر نوشته، درسته؟ چاکلت و هل و ادویجات، تمام بخش نوشیدنی و همون قهوه و چای و هل و چاکلت و به اصطلاح وطنی بگم فقط شیرپره فکر کنم نیه. شیرپره باز بخش دیگه. خب در ایراد بیای شیرپره نخوری نمیشه. یک توضیح کلی. یعنی از ابتدا که میبینن بخش قهوه، هر مدل قهوه‌ای که خواسته باشین در این بخش وجود. خیلی خوب، این قهوه درست. بیننده‌های عزیز، قهوه ها با مارکا و کمپنی‌ها و سایزها و قیمت‌های مختلفی در اینجا هست که کسانی که قهوه دوست هستند در فروشگاه زیتون همون قهوه مورد نظر خود حتما اینجا پیدا میکنن و به اندازه کافی هم میتونن بگیرن. که ما دیکور زیر به هم نزنم. در بخش بعدی بخش چاکلیت، انواع و اقسام چاکلیت با کیفیت، با برند و کمپنی‌های مختلف در اینجا چاکلیت هست که بعضی چاکلیت ها را ما واقعا تازه دیدم و هیچ ندیدم. این یک چاکلیت های با کمپنی های مختلف، برند های مختلف، قیمت هاش هم مشخص 420 افغانی فکر کنم قیمت داره، نه 1 کیلو. خیلی خوب. در قسمت بالا چای فکر کنم چای هل داره، چای سبز، انواع و اقسام چای در اینجا هست با کمپنی ها و مارک های مختلف، همچنان چاکلیت، چای سیاه، چای سبز، قهوه، چای زعفرانی. مدیر صاحبی چیست؟ اینم چاکلیته، به نام چاکلیت توفه‌ای. کسانی که مثلا با خواستگاری و به موضوعات دیگه میرن محافل خاص از اینا استفاده. به نام چاکلیت، به نام چاکلیت توفه‌ای مشهوره. یعنی چاکلیتی برای محافل هم اینجا وجود داره، کادو کرده، آماده، منظم برای که
برای محفلی که شما میرین؟ بخش ادویجات که عبارت از همون هیل و دارچین و ادویه دیگ و ادویه چای. درسته؟ خیلی خوب. فرض مثال میگیم پودر لیمو هست؟ بله. درسته؟ باز این مثلا کمپینی که از خود فروشگاه زیتون به مارک خود خواهی ادویه و هر مدل وجود. خیلی خوب. یعنی فروشگاه زیتون انقدر یعنی به اصطلاح وطنی بگم الکی نبوده که آوازه یافته. با مارک و لوگوی شخصی خود محصولات به عرضه میکنه به بازار. درست؟ خیلی خوب. طبقی که در برنامه در تصویر میبینین دوستای عزیز، ما قراره که به بخش بعدی فروشگاه زیتون بریم و ببینیم که دیگه چی فعالیت های در فروشگاه زیتون میشه و طبقی که به شما وعده دادم قراره که زیتون ذره به ذره به شما نشان بدم. دقیقا نام زیتون امو میوه درسته که در درخت بسیار زیاد پربار می باشه و نگاه میکنی که خیلی، یعنی فروشگاه زیتون هم دقیقا نمیتونی یک حالتی با خود داره. درختی که در داخل از او بخشای بسیار جداگانه و زیادی است. در این بخش که هسته ما دیگه با مو شیرده و چوشک و بالاخره شیر و اینا مواجه شدم. نه یک توضیح در کن. اینجا که هست دو بخش میبینی، یک بخش که است طرف بسکوت و کیکس، هر نوع بسکوت و کیکسی که وجود خواسته باشین در این بخش وجود داره. همچنان این طرف هم که هست بخش اطفال حساب شیردونی و همچنان شیر خشک. از تمام کمپانی‌ها شیر مطابق با تقاضا مشتری وجود داره. همراه ما باشین بیننده‌های عزیز. این بخش کسایی که بالاخره ازدواج کردن و صاحب طفل شدن بیشتر به بخش آشنایی دارن و هر نوع پودر و شیر و بالاخره شیرده و همچنان بیسکویت های طفلانه و تمام چیزهایی که به اطفال و به همون خانواده هایی که طفلی بزنا به دنیا آمده اینجا همون محصولات هست و با برندها و کیفیت های بسیار عالی در اینجا وجود داره. ما قراره بریم بخش بعدی فروشگاه زیتون به تصویر بکشیم. چشم ما رو به سمت شیرینی های کلوچه ها و کیک های بسیار رنگارنگ خورده. ببینیم که در اینجا چی فعالیت های میشه. جناب مدیر صاحب اگر یک توضیح داشته باشیم. دیگه بخش شیرینی که هست، شیرینی هران شیرینی که تازه فرخواست باشه در این بخش وجود داره که هم بازم مثل مطابق به دیگه بخشا یک مسئول داره، یک نفر که از شیرینی ها به مردم مشتری ها توزیع میکنه و فروش برسن. خیلی خوب. و در این طرف که هست بخش همو جلبی و فکر کنم این طرف که هست بخش می شیرینی باب به شمول حلوا سوان و حلوا لقمه ای و گوشفیل و دیگه خجول و هر رقم آن چیزی که ضروریات باشه در این بخش وجود داره. خیلی خوب. خیلی خوب. همراهان عزیز همو پیشتر که گفتم شیرپره نه چیزی که من میخواستم اینجا از انواع و اقسام شیرپره های بسیار عالی. در هرات بیای شیرپره نخوری فکر کنم بسیار دیگه یک بهترین شیرپره. درسته؟ شیرپره وی آی پی هم نشه، یعنی شیرپره خاص اسپیشال از زیتون. درسته؟ وی آی پی زیتون. خیلی همکارا شاید از همین استفاده کنه. درسته؟ بله. چای میدین باز به ما؟ ان شاء الله. خیلی خوب. همچنان ادامه برنامه و بخشی همو قسمت کیک و کلوچه قرار داریم و فکر کنم اینجا کیک های برای محافل تولد و سالگرد عروسی و ضرورت مشتری مثلا می تقاضا میکنه. بعضی کیک ها هست که ساخته شده، بعضی میان قبلا درخواست میدن که من میتونم عکس کیک میارن، فرمایش میدم، سفارش میدم، کیک ساخته میشه مشتری داده میشه. یک کیکی همینجا هستم اکنون توجه من به خود جلب کرده. اگر توضیح داشته باشیم این مشتری داره چی قسم است و با شیر فکر کنم مخلوطه اینا؟ بله. اینا که هستن نه مشتری یعنی درخواست نداره، اینا ساخته شده قیمتی هم مشخصه برای مشتری به نام کاملا شیره. قیمت یک پیکی چنده؟ 100 روپیه. زشت. بیننده‌های عزیز در بالای از این که هسته بخشی کدو گل و توفه اینا می باشه. درسته؟ بله. دیگه بازم معلومات اگر ما دقیقاً وقتی کسی که اینجا از همین کیکای محافل میگیره حتما به همچین چیزهای هم ضرورت داره. درسته؟ موضوعات تولد و موضوعات سالگرد و چیزا میان از این خریداری. خیلی خوب. اسم برادر وحید احمد جان بود؟ فرید احمد جان. سلام، وقت بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ تشکر، بخیر باشین. در میان کیکا چی هستی داری؟ حس خوبه داری. خب صبحانه چی خوردی؟
صبحونه دیگه پنیر خوردیم. پیش کیک باشی که پنیر میخوری؟ خاطر که پیش کیک باشیم با دل آدم میزنه. خب خیلی خوب تشکر. بخیر باش. بیننده‌های عزیز، بازم ما در منزل اولی فروشگاه زیتون قرار داریم و بازم بخش‌هایی هست در اینجا که قراره دیگه به تصویر می‌بینیم و اگر ضرورت باشه بریم طبقه بالا. درسته؟ بیننده‌های عزیز همراه ما باشین تا به طبقه دوم فروشگاه زیتون بریم و ببینیم که در فروشگاه زیتون در طبقه دوم چی فعالیتی میشه و چه نوع مشتریای اینجا دارن و با ما همراه باشین تا با هم یک جا ببینیم. طبقه دومی از اینکه اصلا من فکر کنم چیزی به نام خوراکی باب وجود نداره. طبقه که میبینیم فقط لوازم آرایشی و همچنان لوازم منزل که عبارت از دیک و بالاخره ظروف و خوشخواب و همو ساعت و تمام چیزهایی که اینجا هست با یک کیفیت عالی، برندهای بسیار متفاوت، دیزاین‌های متفاوت اینجا هست. فروشگاه زیتون واقعا فروشگاه عالی بوده که اینقدر آواز یافته. ما از یک قسمت از این قسمت شروع میکنیم برای توضیح دادن که در کل را به تصویر بکشیم و برنامه خود به طرف اختتامیه بدیم. خب بیننده‌های عزیز، در منزل دوم فروشگاه زیتون قرار داریم و قراره که منزل دوم را به تصویر بکشیم و ببینیم که در اینجا چه نوع فعالیت‌هایی صورت میگیره. مدیر صاحب با مانه و توضیح میده که چه فعالیت‌هایی اینجا صورت میگیره. دیگه هم تا گفته اینا بخش لوازم منزله. باز هم مطابق با خواست مشتری هر نوع جنسی که به خانه ضرورت باشه در اینجا وجود داره با برندهای معتبر با اجناس بسیار اصلی که خود شما بیننده هستیم میبینیم که ما در تصویر میکشیم تمام محصولاتی که اینجا هست و برای مشتریا داده میشه. تمام آن چیزی که در خانه ضرورت باشه وسایل خانه در اینجا هست. به اصطلاح وطنی بگم داشی هم ما داریم اینجا. درسته؟ ما وطنی تر صحبت میکنم تا محس حال برنامه ما تو افغانی وطنی منظم باشه. در این قسمت جوسر و اینام داریم فکر کنم. درسته؟ دیگه جارو برقی هم داریم. خدمت شما عرض کنم ای که گوشت کوبیده میسازن، انواع و اقسام چنگال و قاشق و کارد و امور کارد نمیگیم چاقو میگیم. چه گفتیم نه؟ کارد یکم که خطرناک میشه. همچنان ظروف بسیار عالی شیشگی با طرح‌های بسیار عالی، برندهای خیلی خوب، پیاله ها یا لیوان های چایخوری و خدمت شما به عرض برسانم میوه دنیای خشک، آبکش، تمام چیزی که در خانه ضرورت باشه اینجا هست. ساعت های بسیار مدرن و دیدنی و جذاب با سایزهای بسیار بزرگ و کوچک اینجا ما میبینیم و مشاهده میکنیم و برنامه خود ادامه میدیم. چراغ خواب‌های بسیار منظمی و برای از اینکه خانه را بخوایم دیکور بسازیم، دکورشن یا و وسایلی رو ضرورت داشته باشیم اینجا از دیگ‌های مسی اینجا میبینیم، ظرف‌های مسی اگر اشتباه نکنم. درسته؟ مسیه؟ بله. خیلی خوب که در اینجا هست و با طرح‌ها و دیزاین‌های کاملا عالی و متفاوت در فروشگاه زیتون در طبقه دوم از قرار داره. همچنین ادامه میدیم تمامی وسایل خانه با قیمت‌های مناسب، با طرح‌های متفاوت، با شکل‌های متفاوت در اینجا هست. مدیر صاحب یک چشمی ما به یک بخش دیگر اینجا خورده که بازم ظروف هست ولی کلاً فکر کنم چوبه. بله. درسته؟ بله. چوب. و ببینید چقدر عالی در یک بخش تمام ظروفی که ضرورت باشه با شکل‌های متفاوت با طرح چوبیایی که با چوب ساخته شده. ما به تصویر میکشیم و میبینیم که انواع و اقسام میوه دنیای خوش و پشقاب و تمام چیزهایی که در خانه ضرورت باشه، پتنوس و اینا به حالت چوبی ساخته شده و کسی که سلیقه چوبی داشته باشه که ظروف خانه از چوب باشه میتونه در این بخش مراجعه کنه. همچنان باز هم چشم ما به دیزاین ها و
سایزها و شکل‌های مختلفی از ساعت‌های دیواری خورده که با انواع و اقسام کمپنی‌ها در اینجا هست و مشتری‌ها بر اساس نیاز خود ساعت خریداری میکنن. در بخش دیگری از که هست بازم وسایلی در خانه از استفاده میشه برای دکورشن، داخل الماری خانه گذاشته میشه در اینجا هست. همچنان در این بخش در کل بخش دکورشن خانه که از اینا استفاده میشه، میتونین در داخل خانه از اینا به شکل دکورشن خانه استفاده کنیم. انواع و اقسام وسایل مدرنی در اینجا وجود داره. همچنان خیلی گفتم وسایلی در اینجا وجود داره که برای دکورشن منازل خانه ها در اینجا استفاده میشه. ساعتی داریم، درسته نمودش؟ ساعتی به اصطلاح قد نما داره. خیلی یعنی وقتی انسان ضرورت به ساعت داشته باشه اینجا مراجعه کنه دیگه، اون ساعتی که ضرورت داشته باشه 100% در اینجا هست. دسترخوان های برای امو اصطلاحات وطنی با شما بگم در اینجا وجود داره. همچنان باز هم به ظروفی چایخوری اینجا مواجه شدیم، روبرو شدیم که انواع و اقسام چاینک‌های شیشه‌ای و وجود داره. همچنان در بالای از این طبقه کیفک‌های بسیار مقبولی برای از اینکه همو وسیله خود داخل قرار بدیم، وسایل قرار بدیم و به سفری به تفریح چیزی که برای این از کیفک‌ها استفاده کنیم. همچنان کیف‌ها انقدر بزرگ میشه که به حالت بکس فکر کنم تبدیل میشه، نه که تمام وسایل داخل جابجا میکنیم، داخل یک موتر میگذاریم و کش به طرف آلمان. ببینید دوستانی عزیز، طبیعی است که وقتی به طرف میله و چکر و تفریح اینا وقتی میریم ما سر و کله ما بیشتر با کبابه، درسته؟ و این کباب سیخکایی داره که برای مو سیخکام اینا ایدیا داشتن و بالاخره یک پوش منظم ایجور کردن که تمام سیخهای کباب داخل ازی جابجا کنن و هممو بهداشت مد نظر گرفته شود و همچنان همو راحتی در سفر. بیننده‌های عزیز، در بخش بعدی ما به چبلیگک‌های تفلانه و بزرگ و با شکلک‌های متفاوت که بیشتر فکر کنم در بخش حمام و اینا استفاده میشه، داخل خانه استفاده میشه، روی فرش از اینجا خریداری میکنم. در بالای از این طبقه ما به بیکک‌های مسافری تایردار انواع و اقسام با دیزاین ها و سایزهای مختلفی در اینجا هست. همچنان باز هم به چبلی های داخلی حمام، خانه و اینا قرار گرفتیم و چی یک طرح و دیزاینی عالی و مقبولی داره. من خب بیخی خوشم آمد واقعا ازی، خیلی مقبول، هم راحت و هم با یک شکل بسیار عالی که در داخل خانه از اینا استفاده میکنن اینجا وجود داره. همچنان باز هم یک تخت فرشی قرار گرفتیم که هم فکر کنم یا به زیر کوچ گذاشته میشه روبروی کوچ و همچون مواردی. در اینجا با آینک هم ما روبرو میشیم و فعلا باز بخشی آرایشی قرار گرفتیم فعلا و تمام لوازم آرایشی هم در اینجا هست که در ادامه برنامه با شما توضیح میدم. ولی پیشتر از او یک بخش دیگه هم اینجا داریم، فکر کنم بخشی بدلجات یا همو بالاخره انگشترک ها و لوازم موبایل و پوش های بسیار برند و عالی در اینجا وجود داره. سلام، وقت شما خیر. سلام خوبم. سلام قربان شما. اسم شریف؟ احمد نعمان. خیلی خوب. چقدر خوشبختی داخل فروشگاه زیتون کار میکنی؟ همیشه خوشبختم. چند وقت میشه اینجا کار میکنی عزیزم؟ 3 سال. 3 سال میشه؟ همیشه فامیلی هستم از اون روز که افتتاح شده. هر روزی که زیتون افتتاح شده همینجا هستی، درسته؟ خوش میگذره؟ شکر. چه قسم سمت و سوی هم مشتری میاد یا نه؟ شکر. بیشتر مشتریات مردانه یا زنانه؟ زنانه، چون کارم بیشتر به زنانه که باز به پوش اینا کسب و مردانه هم هست. پوش‌هایی که اینجا مثلا پوش‌های گوشی که اینجا قرار داره فکر کنم بسیار پوش‌های خاصیه و قیمتی هم شاید باشه، درسته؟ قیمت ترین پوش گوشی که تو اینجا به فروش میرسانی چنده؟ ما تا به 12.5 صد هست. یک پوش موبایل 12.5 صد افغانی؟ آلمانی هم برای 16 پرو. خیلی خوب. میشه یک نشانه بدین؟ بیننده‌های عزیز، در فروشگاه زیتون یک دونه پوش موبایل 1250 افغانی قیمت داره و به شکل آلمونیوم
جور شده و منظم حتما بالاخره مشتریان خاص خود داره. درست؟ جان. این یک شکلک داره. امیدوارم نشکنن که دوزنیم صد توانی شوم. بسیار زیاد تشکر. موفق مایید باشین. زنده باشین. در این بخش پوش‌های موبایل انگشترهای بسیار مقبولی بود و طبقی که در ادامه برنامه گفتم در بخش لوازم آرایشی از قبیل عطریات و اسپری و دیگه وسایل زنانه و تمام چیزهایی که اینجا ضرورت هسته در داخل فروشگاه زیتون هست و با یک کمپانی و برندهای بسیار عالی و متفاوت در اینجا وجود داره که میتونین به تصویر ببینین. در قسمت بعدی و انواع و اقسام شامپوهای که برای موهای متفاوت استفاده میشه، صابون‌های بسیار عالی، خوشبو و تمام بخش لوازم آرایشی و بهداشتی در اینجا هست. به سشوارهای مواجه میشیم، ماشین‌های ریش، تمام چیزهایی که اینجا ضرورت است. بیننده‌های عزیز، منزل اول و همچنان منزل دوم به تصویر کشیدم و فروشگاه زیتون ممکن بعضی بخش‌های مانده باشه و نتونسته باشم کل بخش‌ها رو به تصویر بکشم، ولی در کل فروشگاه زیتون جای برای از اینکه تمام وسایل و تمام چیزی که شما نیاز داشته باشیم در اینجا از بهترین کمپانی و برندها در اینجا وجود داره. ارزان، قیمت‌های بسیار ثابت شده، مشتریای پروفشنال عالی در اینجا حضور دارن و فروشگاه زیتون آماده فعالیته. تشکر از اینکه همراه ما بودین و فروشگاه زیتون دیدین. اگر دوست دارین که برنامه‌های جالبتری برای شما بسازیم از هرات باستان، با ما همیشه همراه باشین و دنبال ما کنین. اگر مدیر صاحب کدام پیامی داشته باشن برای بیننده‌های عزیز. دیگه بخیر و عافیت باشین. خوشحال شدم به فروشگاه تشریف آوردیم. از شما تشکر. خداوند همه و شما توفیق بده ان شاء الله. خب ما همه نیازمند از این که جنس خوب به خانه خوب برین، وسایل خوب بریم از یک جا خریداری بکنیم. ان شاء الله ما هم کوشش بر اینه که ما بتونیم تمام وسایل از کمپانی‌های معتبر و ما تهیه بکنیم، مشتری عزیز به پایین‌ترین قیمت عرضه بکنیم ان شاء الله. تشکر. زنده باد افغانستان. تا برنامه بعدی، بدرود.